خیلی متشکر، خیلی ممنون. این انقلاب یک معجزه الهی بود، در حالی که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی 100 سال تقریباً در کشور ما علیه اسلام و علیه روحانیت تبلیغ کردند و تلاش کردند و در حالی که 50 سال یک رژیم وابسته‌ای در این کشور منافع ملت ایران را در مقابل دشمنان و بیگانگان قربانی کرد و کشور را به طور کامل وابسته به اجانب قرار داد، رژیم پهلوی، امام بزرگوار با پرچم اسلام، با پرچم ضدیت با سلطه و سلطه‌گرایی در این کشور قیام کرد و این کار بزرگ را به ثمر رساند. امام با سخنان خود، با رفتار خود، یک هدایت مستمری را برای امت خود، برای ما مردم به جای گذاشته است. یعنی دست امام، انگشت اشاره امام در همه پیچ و خم‌های زندگی ما را راهنمایی می کند و یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند. امام در وصیت‌نامه‌شون تأکید می‌کنند که این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی آن مردمند. یعنی این انقلاب متعلق به مردم است. معنای این حرف این است که هیچ کس، هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه‌ای نمیتواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. اصلی ترین شعارهایی که در این انقلاب بر روی پرچم انقلاب نوشته شده است، شعار اسلامی بودن است، پایبند بودن به مبانی دین و اصول و قواعد دینی است، سلطه ستیزی است، ستیزه با استکبار است، دفاع از مظلومان عالم است، اون هم دفاع صریح و صادقانه از همه مظلومان. از جمله برترین شعارهای این انقلاب تعلق این انقلاب به عموم مردم است. هیچ قشری، هیچ طبقه‌ای در نسبت به انقلاب بر دیگران ترجیحی ندارد. جوانهای امروز هم مثل جوانهای دوران دفاع مقدس صاحبان انقلابند. نمی شود گفت اون کسانی که انقلاب را به وجود آوردند یا در زمان انقلاب در به وجود آوردن اون سهیم بودند، اونها بیشتر با انقلاب نسبت دارند. نه، کسانی بودند که در اصل پیدایش انقلاب حضوری نداشتند، اما در دفاع مقدس جان خود را کف دست گرفتند و به میدان آمدند. بعضی این ثبات قدم را دارند، بعضی در بین راه برمیگردند،
به ضرر خودشون عمل میکنن. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اون کسانی که از راه انقلاب برگردند مثل کسانی که در وسط روز تابستانی که روزه گرفته‌اند تا وسط روز تا اواخر روز روزه را حفظ میکنند، اما 1 ساعت به غروب 2 ساعت به غروب طاقتشون تمام میشود، افطار میکنند. این مثل همون کسی است که از اول روز روزه نگرفته است. باطل کردن روزه در هر زمانی از ساعات روز باشد این ابطال روزه است. بعضی این ثبات قدم را دارند، بعضی در بین راه بر میگردند، به ضرر خودشون عمل میکنند. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اون کسانی که از راه انقلاب برگردند مثل کسانی که در وسط روز تابستانی که روزه گرفته‌اند تا وسط روز تا اواخر روز روزه را حفظ میکنند، اما 1 ساعت به غروب 2 ساعت به غروب طاقتشون تمام میشود، افطار میکنند. این مثل همون کسی است که از اول روز روزه نگرفته است. باطل کردن روزه در هر زمانی از ساعات روز باشد این ابطال روزه است. انقلاب اسلامی کمک به پیشرفت ملت است. انقلاب اسلامی کمک به خلاقیت و نوآوری ملت است. درست نقطه مقابل اونچه که سالهای متمادی دشمنان اسلام تبلیغ می‌کردند. دشمنان اسلام اینجور وانمود می‌کردند که دینداری با پیشرفت منافات دارد، با هم سازگار نیست. اگر ملتی بخواهد پیشرفت پیدا کند باید از دین دست بکشد، باید برود به دامن غرب، خود را سر تا پا به رنگ غربی در بیاورد تا بتواند پیشرفت کند. این رو به عنوان یک باور در طول 10 سال به ملت ایران تلقین کرده بودند. خود انقلاب هم یک نوآوری بزرگ بود. امام با انقلاب اسلامی و با تشکیل جمهوری اسلامی راه میانه عقب ماندگی و غرب زدگی را ترسیم کرد. دشمن وقتی که در میدان در صحنه عمل نتواند کاری از پیش ببرد دست به جنگ روانی میزند. برای مأیوس کردن، برای ناامید کردن، برای خالی کردن دل ملت ها با جنگ روانی، با تهدید سعی میکنن اونها میدان را خالی کنند در مقابلشون. این معناش این است که در میدان عملی قدرت مقاومت در مقابل این ملت را نداشتند. امروز مبارزه با توطئه‌های سازمان یافته برای کشوندن جوان ایرانی به شهوات، به مواد مخدر، به سرگرمی‌های گوناگون جنسی یک توطئه بسیار خطرناکی است. مبارزه با آن در درجه اول بر عهده خود آحاد ملت به خصوص جوان هاست. جوان ها باید هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگاری جوان ایرانی و دینداری جوان ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمک میکنه، میخواد این رو تضعیف کنه. امام در طول زمان از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله اصلی یاد کرد. امام صریحاً در وصیت‌نامه و بیانات خود به ندای یا للمسلمین ملت‌های مظلوم اهمیت می‌دهد. دفاع صریح از حقوق مظلومین، دفاع صریح از حقوق ملت فلسطین و هر ملت مظلوم دیگر، این روش امامه، این خط امامه، این شیوه امام و این توصیه و وصیت امام است